سلام با رفقای گل. من محمدم و این چنل محمد وایتیه. تو این ویدیو میخوام آموزش کامل این رو بهتون بدم که بتونید گاناتون رو راحت گل کنید. الان مثلا ببینید اینجا رو من دیگرم گل مثلا دیگه مثلا کیارم هم گل تو دستم میبینش گل رنگانم بعضیشو میخوام بهتون یاد بدم که چجوری خودتون گاناتون رو گل کنید. پس تا آخر این ویدیو من همراه باشید. اول از دسته اسالت رایفلا شروع میکنه که اون بالا هستن. برای گلد کردنشون شما باید بیاید تمام این بخش اینجا رو تا ته همه رو باز کنید. ببینید من همه اینا رو باز کردم. همه اینا رو باید بیاین بازشون کنیم که حالا آموزش باز کردنشون اینجوریه که مثلا الان میریم داخل روی 1.47 میبینیم که آقا مثلا مأموریت اولی اینه که من باید با این گان 1.47 م 600 تا کیل بگیرم. این برای همه رایفل ها همینجوریه. من باید با همه رایفل ها 600 تا کیل بگیرم به گل. این یکی از مأموریتاش بود. یه مأموریت دیگه اینه که شما باید 50 تا کیل با هیپ فایر کیل بگیرید. یعنی ایمتون رو نباید آسمان کیل بگیرید، باید با هیپ فایر کیل بگیرید. بخش بعدی شما باید از فاصله دور 80 نفر رو کیل کنید که یعنی باید از فاصله دور کیل کنید. من به خاطر همین میکنم اسکوپ گذاشتم که از فاصله دور برم بزنم. بخش بعدی باید شما بیاید 5 تا اتچمنت رو گانتون بذارید که الان مثلا میبینید من اسکوپ گذاشتم، لیزر گذاشتم، مازر تا اینا باید بذارید 5 تا اتچمنت و اینجوری فول اتچمنت باید برید 125 تا کیل بگیرید تا یکی دیگه از مأموریت‌های گلز کردن گانتون بره جلو. گان رایفل. مرحله بعدی شما باید بیاین 100 تا هدشات بزنین. اینم خیلی کاری نداره، یکم بازی کنین میتونید. مرحله بعدی شما باید بیاین هیچ اتچمنتی رو گانتون نباید باشه. یعنی هر چی مثلا من اینجا گذاشتم بردارم بدون اتچمنت باید 80 تا کیل بگیرم. اینا همشون که الان رو صفحه میارم برای گانه رایفل بود. بخش بعدی بخش اسنایپر هستن که من الان دیارمو که نشون دادم گلدش کردم مثلا اینا. الان مثلا لوکاس مثلا میخوام لوکاس رو مثلا گلدش کنم. باید چیکار کنم؟ شما باید اول برای همه اسنایپر 350 تا کیل معمولی بگیرید. یعنی هیچ کار خاصی نیازی سر این مرحله انجام بدید، فقط باید 350 تا کیل معمولی بگیرید. بخش بعدی شما باید از وقتی نشستی 45 تا کیل بگیرید که خیلی راحته. میری یه جا میشینی همون دور میزنی. بخش بعدی هم شما باید 120 تا کیلو از فاصله دور بزنید. خب یعنی با 120 نفر رو از فاصله دور کیل کنید. بخش بعدی شما باید بیاید همونجور گفتم گان رایفل هم بود باید یه فول اتچمنت، یعنی 5 تا اتچمنت رو بذاری روی گانتون و 125 تا کیل باش بگیرید. و مرحله بعدی هم شما باید هدشات 50 تا هدشات بزنید. یعنی 50 نفر رو با هدشات باید بزنید. مرحله آخر هم اینه که شما باید همه اتچمنت ها در روی گانتون بردارید، یعنی نو اتچمنت برید و 60 تا کیل بگیرید. اینم بود برای همه اسنایپر. بخش بعدی LMG که حالا مثلا RPG رو حالا میخوایم بیاریم. شما اول باید 400 تا کیل معمولی بگیرید تو مرحله اول. مرحله دوم شما باید بیاید 45 تا انمی رو هیپ فایر کیل کنید، بکشید. مرحله بعدی شما باید بیاید از فاصله دور 45 نفر رو بکشید. این که برای LMG ها کار راحتیه.
LMG راحت میشه از فاصله دور زد. بخش بعدی 125 تا رو باید فول اتچمنت، یعنی 5 تا اتچمنت رو بذارید روی گان و پیل بگیرید. 125 تا. بخش بعدی شما باید 50 نفر رو هدشات کنی تا این مرحله هم تموم بشه و مرحله آخرم که شما باید نو اتچمنت، یعنی بدون اتچمنت کیل بگیری که تو بتل هم میتونید این کارو بکنید که مثلا اگه پرک خشابی مثلا اسکوپی و کلا پرک چیزی روش نباشه میتونید راحت این بخشم داخل بتل هم میتونید ببرینش جلو. من همه مماریتاش رو روی صفحه میارم برای هر گانم. حالا میرسیم به بخش SMG ها که حالا مثلا فرق نمیکنه، برای همه SMG ها میشه این SMG مثلا. برای SMG ها شما باید 400 تا انمی رو بکشید به طور عادی. مرحله بعدی شما باید 75 تا انمی رو به صورت هیپ فایر بزنید. مرحله بعدی هم باید از فاصله دور 45 نفر رو بکشید که برای گانای SMG کار سختی میتونه باشه چون خیلی برد زیادی نداره. بخش بعدی شما باید بیاید فول اتچمنت، یعنی 5 تا اتچمنت بذارید روی SMG تون و باهاش 200 تا کیل بگیرید تا این مرحله هم تموم شه. برای مرحله بعدی شما باید بیاید 15 تا هدشات کلا بزنید. این که آسان کلا 15 تا هدشات. میرسیم مرحله آخر، شما باید بدون اتچمنت 60 تا کیل بگیرید. این هم که کار راحتی، همه اتچمنت رو اینجا رو استاکتون برمیدارید، رو گانتون برمیدارید و میرید کیل میگیرید. بخش بعدی بخش شاتگان هست که مال کیارم هم گلده، بیوای هم گلده، اچس هم گلده. مثلا برای R9 میخوام بریم، برای همه شاتگان ها یکیه. شما باید بیایم 300 تا انمی رو به طور معمولی کیل کنید. بعدش 50 تا انمی رو باید هیپ فایر بزنید. 30 تا انمی رو باید یعنی با 30 بار این کار رو انجام بدید. 2 تا کیل بگیرید بمیرید، 2 تا کیل بگیرید بمیرید، 2 تا کیل بگیرید بمیرید. 30 بار باید شما 2 تا کیل بگیرید و بمیرید. بخش بعدی شما باید فول اتچمنت، یعنی 5 تا اتچمنت تو شاتگانتون بندازن، 200 تا کیل باید برید باش بگیرید. بخش بعدی شما باید 40 نفر رو هدشات بزنید با شاتگانتون. و بخش آخرم که باید بدون اتچمنت 80 تا کیل بگیری با این شاتگانی که میخوای گلدش کنی. بخش بعدی بخش مارکسمن ها هسته که جدیدش هم اضافه شده. برای گلد کردن حالا همه اینا فرقی نمیکنن. برای بخش اول شما باید یه 350 تا کیل بگیرید، برای مثل اسنایپر دیگه باید 350 تا کیل بگیریم. 45 تا انمی رو وقتی نشستی کیل کنیم. 120 تا انمی رو از فاصله دور بزنید که بازم پیشنهادم همینه، روش اسکوپ بزنید و با اسکوپ از فاصله دور بزنید. بخش بعدی هم شما باید 125 تا انمی رو فول اتچمنت، یعنی با 5 تا اتچمنت بزنید رو گانتو بزنید. بخش بعدی هم شما باید بیاید 50 تا انمی رو هد بزنید تا این بخش هم براتون باز شه. بخش بعدی هم شما باید بیاین 60 تا انمی رو نو اتچمنت، یعنی بدون هیچ اتچمنتی برید بزنید تا مارکسمنتون گلد شه. به نظر من پیشنهاد میکنم برای گلد کردن این گانتون شما بیایید مود هارد پوینت مپ شیپمنت رو انتخاب کنید و هر گانی که میخواین حالا به اینجا اضافه کنید. مثلا
اینجا میخوام PP19 رو بیام. حالا اولم گانتون رو باید تا آخر آپگرید بکنید که وقتی کیل میگیرید بره روی حساب گلد کردنتون. ولی چون اگه شما قبلش گانتون رو تا آخر نبرده باشینش بالا، وقتی کیل میگیری میره داخل ایناتون پر میشه. حالا مثلا میخوایم PP19 رو گلد کنم، باید هم چیکار کنم؟ همونطور که گفتم هارت پوینت، بعدش هم شیپمنت انتخاب میکنم و باید برم مأموریتاشو انجام بدم. ممنون که تا این ویدیو همراه من بودیم. تا یه ویدیوی دیگه، فعلا خدا نگهدار.